دوستان عزیزم درود. وقت همگی شما عزیزان به خیر شادی. امیدوارم اوقات خوشی رو در کنار عزیزان داشته باشید. ارغوان هستم. برای فراگیری کامپیوتر ترجیح دادم برای شما که شاید مشکل همگی شما عزیزان باشه، برای تنظیم اینترنت کانکشن گفتم براتون ویدیو بگذارم که اگه مشکلی برخورد کردین شاید از این روش بتونین به راحتی به اینترنتتون اکسس پیدا کنین اگه مشکل از کمپانی نباشه. برای تنظیم و فیکس کامپیوتر اینترنت کانکشن میریم قسمت ستینگ. در اینجا ستینگ رو کلیک میکنیم. در اینجا ستینگ هستش و توی نتورکش تایپ میکنیم اینترنت نتورک استاتس بالا میاد، اینجا هستش و در اینجا نتورک ریست رو میزنیم و ریست نا رو میزنیم، دکمه یس و منتظر میمانیم کلوز بیاد. کلوز رو میزنیم، در اینجا ریست میکنیم، ریستارت رو میزنیم و صبر میکنیم تا ریستارت بشه. صبر میکنیم تا سیستم بالا بیاد و برنامه بارگذاری بشه. ویندوز داره بالا میاد. Welcome dot Windows. و دکمه یس را انتخاب میکنیم و میزنیم و در اینجا کانکشن برقرار شد. در این پایین کانکشن برقرار شد و اینترنت رو امتحان میکنیم. براوزر رو کلیک میکنیم و روی این گزینه انتخاب میکنیم و این صفحه براوزر بالا اومد. براتون بهترین رو آرزو میکنم. امیدوارم که آموزنده بوده باشه و از این برنامه لذت ببرید. با بهترین آرزوها ارادتمند همگی شما نازنین دوستان ارغوان بیگناه. شبتون خوش، ایام بکام شیرین. بدرود، خدا نگهدار.